رضوی.tv. معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی. در زمان امام صادق علیه السلام یک کسی، خدای به تو پناه میبریم از همه گناه ها. البته بعضی گناه ها قبحش تو جامعه ما تا حدی جا افتاده. بعضی میگن شراب خیلی چیز بدی، اما دروغ مثل آب خوردن میگن، غیبت مثل آب خوردن، تهمت، در صورتی که دروغ، غیبت، تهمت از شراب خوردن هم بدتره، از فحشا و منکر هم بدتره. همه گناه ها بده، ولو ریزش ولو درشتش. امام هشتم علیه السلام یه بیانی دارن، فرمودن که گناه های کوچیک راه رو باز میکنه برای گناه های بزرگ. فرمود کسی که از گناه های کوچک پرهیز نکنه از گناه بزرگتر هم جری میشه، پرهیز نمیکنه. گناه مثل سمه، مثل آتشه، یه ذره‌ش هم باید آدم فرار بکنه. نمیخوایم توجیه بکنیم، ولی عرضمون اینه گناه بیولایتی، گناه بی خدایی قابل بخشش نیست، ولی اگر کسی اصول دینش محکم بود فروعات قابل بخششه. این شخص مبتلا به شرب خمر بود ولی اعتقادش درست بود، دهنش میشست، خودشو مرتب میکرد، نماز شرکت میکرد، جلسه امام صادق علیه السلام شرکت میکرد. از قضا یک روزی شراب زیاد خورده بود، از یک کوچه آمد رد بشه، دید امام صادق علیه السلام از روبرو داره میاد. ای داد و بیداد، خدا چیکار بکنیم؟ چون دوست اهل بیت از گناه خوشش نمیاد، آلوده هست، ولی منفعل، شرمنده، ناراحت، وجدانش او رو ملامت میکنه به خاطر محبت اهل بیت. خواست برگرده، دید کوچه بنبسته. حالا کوچه کم ارز امام صادق داره میاد، منم دهنم بوی شراب میده، چه کار بکنم؟ خواست برگرده، بنبسته، راه فرار نداره. خدای به تو پناه میبریم. تو روایات هست گناه ما رو ناراحت میکنه، ثواب ما رو خوشحال میکنه. عملی انجام بدید که زینت ما باشید، عار ما نباشید. یک روایت عجیبی محدث قمی نقل کرده، میگه یک نفر به امام هشتم علیه السلام گفت آقا فلان دوست شما شراب خورده. اینقدر امام هشتم خجالت کشیدن، پیشانی مبارکشون عرق کرد. خیلی گناه بده، نمیخوایم گناه، ولی این جمله‌ای که امام صادق به این شخص فرمود، دید امام داره از روبرو میاد، رفت تو طرح و نقشه‌ای که راه فرار برای خودش پیدا کنه. به این فکر رسید که من رو به دیوار بکنم پشت به امام، به بهانه این که میخوام دگمه لباسم رو مثلا ببندم، بند شلوارم رو ببندم، به لباسم ور میرم، آقا هم بزرگواری میکنن، شطور دیدی ندیدی، ندیده میگیرن ما رو میرن. اینا خانواده کرامتی هن، با کرامت هن. یک روایتی باز از امیرالمومنین علیه السلام فرمود انا لنصافح اکفا نرا قطعها. بعضی موقع بعضی هستن میان با ما امام ها مصافحه میکنن، دست میدن، ما نگاه میکنیم میبینیم این دستا باید قطع بشه، خلاف کرده، گناه کرده، دزدی کرده، خیانت کرده، ولی چون خدا پوشونده ما هم میپوشانیم. چون شاکی نداره، هنوز رو نشده، امام ما که مأمور نیستن به علم امامت عمل بکنن، به علم امامت بخوان عمل کنن سنگ رو سنگ بند نمیشه. بنا بر اون نیست. با منافق، با فاسق، با فاجر سلام علیک میکردن، احترام میگرفتن، دست میدادن. حضرت امیر میفرمایند ما با بعضی دستا دست میدیم باید بریده بشه، ولی حالا خدا پوشونده ما هم میپوشانیم. شاکی نداره، ما هم ادعای نمیکنیم، چون بنا بر علم ظاهره. این آقا پشت به حضرت کرد، رو به دیوار، به بهانه اینکه چهره به چهره به آقا نشه و لباسش رو ور بره. آقا هم سرشون رو میندازن پایین، ندیده میگیرن میرن. خیلی عجیبه. من همین حدیث رو برای این جمله آخر عرض کردم. یه وقتی دست پر مهر و محبت امام صادق به کسی که دهنش بوی شراب میده، به کسی که پشت به امام کرده، دست پر مهر و محبتش رو به شونه این شخص زد و این جمله بلند رو فرمود که در واقع همین کلام امام هشتم علیه السلامه. فرمود فلانی در هر حالی که هستید روتون رو از ما بر نگردانید. الله اکبر. این آویزه گوش دلمون باشه در هیچ حالی.
رضوی.tv. معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی.